قراره توی این ویدیو شما رو با فرزندای بازیگرای معروف ترکیه آشنا کنیم. بگین ببینم اصلا اسم اونا رو تا به حال شنیدین؟ عکساشون رو تا حالا دیدین؟ پس بی معطلی عضو کانال لنز بشین و این ویدیوی جذاب و باحال رو به هیچ وجه از دست ندین. بوراک اوزچیویت و فهریه افجن. این زوج بازیگر که در سال 2017 با هم ازدواج کردن، در سال 2019 صاحب پسری به اسم کاران شدن که با باباش مو نمیزنه. همونقدر خوشتیپ و همونقدر جذاب. تولگاهان سایشمان و آلمدا آبازی. تولگاهان و آلمدا در سال 2017 از زندگی مشترکشون رو شروع کردن و 2 سال بعد از اون پسرشون افهان به دنیا اومد و به تازگی هم صاحب دختری به نام آلینا شدن. طلعت بولود و پینار افشار. این زوج که چند سالی میشه به زندگی مشترکشون خاتمه دادن، یه دختر 25 ساله به اسم هازال دارن. ابراهیم چلیکل و میهره موتلو. ابراهیم و میهره در سال 2017 ازدواج کردند و در سال 2019 صاحب پسری به نام علی شدند. گامزه ارچل و جانر ییلدیریم. گامزه و جانر در سال 2019 ازدواج کردند و در همون سال هم دخترشون آیلین ماوی به دنیا اومد. خیلی‌ها میگن این دختر کوچولو به خالش هانده ارچل شباهت داره. نظر شما چیه؟ اوراس کایگیلار اولو و ملیس ایشیتن. دختر این زوج آدا در سال 2016 به دنیا آمد. اما اونا با وجود آدا به زندگی مشترک 5 سالشون در سال 2019 پایان دادن. اوراس و دخترش رابطه پدر دختری خیلی شیرینی با هم دارن. برگزار کورل و هالیت ارگنج. این زوج که 12 سالی میشه ازدواج کردن، 2 تا پسر به نامهای علی و هان دارن و دخترشون لیلا هم چند وقت دیگه به دنیا میاد. البته باید بگم که خود برگزار دختر یه بازیگر معروف به اسم هولیا دارجانه. وحیده پرچین و آلتان گوردون. این زوج که در سال 1991 با هم ازدواج کردند، در سال 1994 صاحب دختری به نام آلیزه شدند. اما با وجود یه دختر در سال 2013 از هم جدا شدند. آلیزه مثل پدر و مادرش بازیگر شده. هازال کایا و علی آتای. این زوج دوست داشتنی در سال 2019 با هم ازدواج کردن و خیلی زودم در همون سال پسرشون فکرت علی به دنیا اومد که خیلی هم پسر بامزه‌ایه و خیلی اونو شبیه به شخصیت کارتونی بچه رئیس میدونن. نظر شما چیه؟ توبا بویکوستون و اونور سایلاک. اونور از ازدواج اولش با توبا بویکوستون در سال 2012 صاحب 2 تا دختر دوقلو به نامهای مایا و توپراک شد. بعد از اون در سال 2020 با مدیر برنامه‌هاش گزده ییلماز ازدواج کرد و در همون سال صاحب پسری به نام دنیز علی شد. کنان میرزالی اولو و سینم کوبال. این زوج خیر و محبوب که در سال 2016 با هم ازدواج کردند، در اواخر سال 2020 دخترشون لالین رو به آغوش گرفتن. اوزجان دنیز و فیضا آکتان. در سال 2018 اوزجان دنیز که با فیضا آکتان رابطه عاشقانه داشتن، وقتی فهمید که فیضا بار داره با اون خیلی زود ازدواج کرد و هنوز چیزی از ازدواجشون نگذشته بود که پسرشون کوزی به دنیا آمد و البته به همین سرعت هم این ازدواج در سال 2019 تموم شد. بورا گولسوی و نیلوفر گوربوز. بورا از همسر دومش نیلوفر گوربوز در سال 2019 صاحب پسری به نام جم شده. ارکان کلچاک و جانسو توسان. این زوج در سال 2018 ازدواج کردن و بعد از 2 سال پسرشون مارسل به دنیا آمد.
نجیب ممیلی و دیدم دایچی اولو. سال 2020 برای نجیب سال خوبی بود چون توی اون سال با دیدم دایچی اولو ازدواج کرد و در همون سال هم دخترشون آسیا به دنیا آمد. بولند پولاد و دویگو سنولو. بولند در سال 2015 با معلمی به نام دویگو سنولو ازدواج کرد و در سال 2016 با به دنیا آمدن دخترشون دعا خوشبختیشون کامل شد. باریش کلیچ و آیش گل اوزای. باریش قبل از اینکه در بازیگری به شهرت برسه در سال 2007 با آیش گل اوزای ازدواج کرد و از این ازدواج موفق و پایدار 2 پسر 10 و 12 ساله به نام‌های امیر و باتو داره. صالح بادامجی و ایمر ازگون. این زوج بازیگر بعد از 5 سال زندگی مشترک در سال 2020 صاحب دختری به نام ایکلیم شدند. هنوز خیلی از بازیگرا موندن که مطمئنم بچه‌هاشون رو تا به حال ندیدیم. پس همین الان عضو کانال لنز بشین و ادامه این ویدیو رو از دست ندین. ادیب تپلی و آیشا جان تاتاری. این زوج در سال 2017 ازدواج کردن و در سال 2020 دخترشون مژگان به دنیا آمد. جیم یلماز و آهو یاتو. جیم و آهو از ازدواج کوتاه مدت خودشون پسری به نام کمال دارن که در سال 2012 به دنیا آمد. مهمت گونسور و کاترینا مونگیو. مهمت سال 2006 با کارگردان فیلم‌های مستند ایتالیایی کاترینا مونگیو ازدواج کرد و اونا 3 بچه به نام‌های علی، مایا و کلوئه دارن. نورگل یشیلچای و جیم اوزر. نورگل از زندگی مشترک و نافرجام 6 ساله خودش با جیم اوزر پسری به نام عثمان داره که در سال 2005 به دنیا آمده. ارجان کسال و نازان کسال. این زوج بازیگر معروف و با سابقه که در سال 2005 با هم ازدواج کردن یه پسر 15 ساله به نام پویراز دارن. مریم اوزلی. مریم اوزلی زیبا تا به حال ازدواج نکرده اما از روابط عاشقانه‌ای که داشته 2 دختر 7 ساله و 7 ماهه به نام‌های لارا و لیلی کوی داره. پدر لالا جان آتش نام داره اما هنوز کسی نمیدونه اسم پدر آمریکایی لیلی کوی چیه. اویکو کارایل و جان بونومو. اویکو و خواننده ترک جان بونومو در سال 2018 با هم ازدواج کردند و در سال 2021 پسر اونا رومان به جمع خانواده 2 نفره اونا اضافه شد. شوال سام و متین تکین. شوال از ازدواج اول خودش با فوتبالیست معروف ترکیه متین تکین پسری 24 ساله به نام تارک امیر داره که اونم به تازگی وارد دنیای بازیگری شده. کیوانچ کاسابالی و صدف آفجی. این زوج که 16 سال ازدواج کردن و به خوبی و خوشی دارن با هم زندگی میکنن در سال 2013 صاحب پسری به نام جان شدن. ارکان پتکایا و دیدن پتکایا. ارکان و دیدن در سال 2003 با هم ازدواج کردن و 1 سال بعدم پسرشون جیم به دنیا آمد. موراد آیگن و نیهان اصلی الماس. این زوج بازیگر که در سال 2010 با هم ازدواج کردن 1 دختر 6 ساله به نام نیل دارن. دفنه سامگلی و ارن تالو. دفنه از ازدواج ناموفق خودش با ارن تالو 2 دختر 24 ساله و 18 ساله به نام‌های درن و درین داره. جالبه که دفنه در کنارشون بیشتر به خواهرشون شباهت داره تا مادرشون. فریده چتین و موراد اوزر. فریده و موراد بعد از گذشت 1 سال از زندگی مشترکشون در سال 2020 دخترشون حیات رو به آغوش گرفتن. اسماعیل حاجی اولو و دویگو کایاکومارکی.
این زوج در سال 2016 ازدواج کردن و در همون سال هم دخترشون یمین به دنیا آمد. اسماعیل و دویگو با وجود دخترشون در سال 2020 از هم جدا شدن. گوگچه آکیلدیز و مصطفی اوزیورت. گوگچه و مصطفی در سال 2018 صاحب پسری به نام عمر اصلان شدند. اما در سال 2020 با گذشت 3 سال از زندگی مشترکشون از هم جدا شدند. نیهاد آلتینکایا و ایمر آلتینکایا. این زوج که در سال 2010 با هم ازدواج کردند، 2 دختر خوشگل دارند که ملک در سال 2012 و آیشه در سال 2013 به دنیا آمدند. صدا گوون و علی گوزل. این زوج در سال 2019 ازدواج کردند و در سال 2020 پسرشون یعید علی به دنیا آمد. نور فتاح اولو و لونت وزیرالو. الیسا دختر نور و لونت در سال 2016 به دنیا آمد، اما پدر و مادر اون در اوایل 2021 بعد از 7 سال زندگی مشترک از هم جدا شدند. سلما ارگش و جان اوز. این زوج در سال 2015 ازدواج کردند و در سال 2016 دخترشون یاسمین به دنیا آمد. پلین کاراهان و بدری گونتای. این زوج که در سال 2014 ازدواج کردند 2 پسر دارن، علی دمیر که 6 سالشه و جان ایوب که 4 سالشه. جیدا آتش و بورا توپلوسوی. جیدا و بورا در سال 2018 ازدواج کردند و در اواخر سال 2020 دخترشون تالیا به دنیا آمد. انگین آلتان دوزیاتان و نسلیان آلکوچلار. این زوج زندگی مشترک خودشون رو در سال 2014 شروع کردن و حاصل این ازدواج پسری 5 ساله به نام امیر آراس و دختری 3 ساله به نام آلاراست. هاتیجه شندیل و بوراک شایاشار. این زوج که در سال 2015 با هم ازدواج کردند، در سال 2017 صاحب پسری به نام جان شدند. آنیل آلتان و پلین آکیل. آنیل و پلین در سال 2016 با هم ازدواج کردند و در سال 2019 هم صاحب 2 دختر دوقلوی خوشگل و بانمک به نام‌های لینا و آلین شدند. خب بگیم ببینم نظرتون راجع به این ویدیو چیه؟ بچه کدوم یکی از بازیگرا رو میشناختین و از وجود کدومشون بیخبر بودین؟ برای ما بنویسید که به نظرتون کدوم یکی از این بچه‌ها به پدر یا مادر شباهت داره؟ ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. لایک کردن این ویدیو و عضویت در کانال لنز رو هم فراموش نکنید.